اگه از من بپرسی میگم تموم پختگی و بالغ شدن و از یک جدایی شروع میشه. جدا شدن از یک عشق، جدا شدن از یک امنیت، جدا شدن از یک قدرت، جدا شدن از یک وابستگی، جدا شدن از هر چیزی که فکر میکنی بدون اون پوچ میشی. جدایی اتفاق میافتن تا بهت یاد بدن که بدون هیچ چیز پوچ نمیشی. تا یاد بگیری تو فراتر از اتفاقات بد زندگیت هستی و همیشه چیزهایی هستن که بهت معنا بدن. تا تجربه کنی و قوی بشی. تا خودتو پیدا کنی و بدونی همیشه راههایی هستن که انتظار قدماتو میکشن و دنیات اونقدر بزرگ هست که تو 4 تا اتفاق بد خلاصه نشه. برای من این جدایی‌ها توی کارشناسی اتفاق افتاد. یکی از استادان بهم میگفت آدما وقتی میمیرن 2 دستن، یا لبخند میزنن یا گریه میکنن. من میخوام اونی باشم که لبخند میزنه. The start of a new chapter.